پیج کیهانی رو به دوستان خودتون معرفی کنید. کیهانی، سیگنال جذب. با عرض سلام، احترام و درود فراوان خدمت تمام اعضای کانال کیهانی، کانال خودتون. امیدوارم هر کجای کره خاکی که هستید سالم، سلامت و تندرست باشید. اول از همه خدمت شما عارض باشم که این وایس اصلی ویدیو نیست. بعد از ضبط ویدیو متاسفانه متوجه شدیم که وایس نصفه ضبط شده، یعنی خیلی نویزهای عجیبی افتاده بود روی ویدیو و مجبور شدیم وایس رو مجدداً از ابتدا ضبط کنیم. به هر حال اگر جایی دیدید صدا با تصویر هماهنگ نیست، مشکل بنده هستش که این وایس به این صورت ضبط شده. خب بریم سراغ توضیحات این ویدیو. در ابتدای امر عرض کنم که برای این ویدیو برای کسانی هست که میخوان جنگیری انجام بدن، یعنی جن عاشق رو بکشن در بدن شخصی یا جن جادو، موکلین جادو رو از بدن شخصی جدا بکنن، یا برای کسانی که برکت در مغازه ندارن، احساس میکنن موکلین جادو سحر در اطرافشون هست، برای کسانی که عمار یا عمار مکان بد دارن. حالا عمار مکان چی هستش؟ عمار مکان به اجنه یا ارواحی گفته میشه که در بعد ما ساکن هستن، یعنی در دنیای خودشون دقیقاً در مکانی قرار گرفتن که منزل ما هست، چون این جهان 5 بعدی هست و بسیار بسیار فرای تصور هر انسانیه. خب بله، عرض می کردم عمار مکان میتونن باعث افزایش رزق و روزی فرد بشن، میتونن برای شخص خیلی خوب باشن و برعکس هم میتونه اتفاق بیفته. اگر عمار یا عمار مکان شما سفلی باشن یا شخصیت بدی داشته باشن، اگر عمار مکان بد باشن، ممکنه در روند کارهای شما اختلال به وجود بیارن، ممکنه باعث بشن دعوا و درگیری در منزلتون به وجود بیاد، باعث بشن رزقتون بسته بشه، باعث فساد در کارهاتون بشن. ولی اگر این عمار مکان رو دور کنید، معمولا برای خودتون هم بهتر است. حالا چه خوب باشن، چه بد باشن، چه مسلم باشن، چه سفلی باشن، هر چیز. خب پس برای دور کردن عمار مکان یا عمار مکان، برای دور کردن نحسی، چشم بد، انرژی منفی از منزل، معمولا انرژی منفی در منزل ما ساکن میشه. چرا؟ در منزل به هر حال، در منزل هر انسانی اشخاصی رفت آمد دارن، مهمان میاد، ممکنه همسایه بیاد، ممکنه هر انسانی پا بذاره در منزل شخص و این انرژی و این میدان مغناطیسی که در اطرافش هست و ممکنه به صورت منفی باشه، بار منفی داشته باشه، در منزل ما هم پراکنده کنه. حالا این میدان مغناطیسی رو ما چطور از بین ببریم؟ فقط با متافیزیک، با علوم غریبه. شما به هیچ وجه نمیتونی این بار منفی رو از منزل دور کنی، از لحاظ علمی نمیتونی انجامش بدی مگر با علوم غریبه و کمک گرفتن از متافیزیک. شما حالا چی کار باید ما بکنیم؟ این رو کامل در خلال صحبتام عرض میکنم به شما که باید چی کار بکنید این طلسم رو. طلسم در ابتدا عرض کنم که واضحش رو برای شما حتما آخر ویدیو یا همین الان ابتدای ویدیو برای شما شکل واضح رو قرار میدیم که بتونید کتابت کنید.
حالا میریم سراغ این که باید چطور ما از این طلسم استفاده کنیم. دستورالعمل خیلی خاصی نداره. شما فقط باید قبل از طلوع خورشید یا قبل از اذان ظهر، تا اذان ظهر مهلت دارید، قبل از طلوع خورشید اگه بزنید خیلی بهتره. اگر نرسیدید، اگر وقتش رو نداشتید، اگر دیدید که نمیتونید در این تایم انجام بدید، تا قبل از ظهر، یعنی اذان ظهر رو هنوز نگفته باشه، تا ساعت 12:10 تقریبا فعلا که 12:10 12:15 انجامش میدید. می نویسید روی یک برگه سفید بدون خط اسراف و تحسین سفلی انجام بدید. اسراف و تحسین سفلی انجام بدید حتما. اسراف و تحسین سفلی هم حتما براتون اگر که اشخاصی که نمیدونن بهتون آموزش میدیم حتما. و اسراف و تحسین انجام بدید روی یک برگه سفید بدون خط. بخورات هنگام نوشتن نیاز نداره. کتابت میکنید طلسم رو بر روی برگه و بعد پشت طلسم یا روی زیر طلسم یا پشت طلسم توکیر رو به هر صورتی که میخواید مینویسید. حالا من طبق نیازم توکیر رو می نویسم. نیاز من اینه که خونه من پاکسازی بشه، پس می نویسم برای به حق موکلین. حالا یا به زبان فارسی بنویسید یا به زبان عربی، هیچ فرقی نداره. حالا میان خیلی ها به من میگن حتما باید من توکیر رو به زبان عربی بگم یا حتما باید عزیمت رو به زبان، حتماًی وجود نداره. میتونید به زبان عربی بگید، چون زبان عربی زبانی است که معمولا برای استفاده طلسمات انجام میشه. میتونید به زبان فارسی بگید، تفاوت چندانی نداره. می نویسید به حق موکلین یا توکلوا یا خدام، حالا فرقی نداره به چه زبانی میگید. برای پاکسازی این منزل، اگه منزل هست هازل بیت، اگر مغازه هست هازل مکان، این مغازه به فارسی می نویسید. یا اگر برای کشتن جن عاشق هست می نویسید برای به حق موکلین، برای کشتن جن عاشق شخصی که میخواید جن عاشقش از بین بره، فلانی زاده فلانی، یا با کد ابجد بنویسیدش. حالا شما این رو هم انجام دادید، نوشتید، توکیر رو نوشتید، بخوراتش رو که آماده میکنید. بخورات اسپند، پوست پیاز، کزبره یا تخم گشنیز هستش و کندر. داخل بخورسوز یا جا اسپندی میریزید. طلسم رو به شکل حجاب تا میزنید. داخل بخورسوز یا داخل خدمت شما عرض کنم که جا اسپندی میریزید، به همراه بخورات آتیش میزنید. دودش رو به شخص جن زده یا شخصی که میخواد جن عاشقش دور بشه یا کشته بشه میدید، یا در مغازه‌ای که برکت نداره، شک میکنید موکل سحر اونجا هست، خانه خودتون، هر کجا که هستش، دود رو به کل اون فضا میدید و انشالله به حول قوه الهی همه مشکلاتتون یک به یک حل میشه. این که میگم حل میشه به عینه دیدم، به عینه برام اثبات شده، به چشم خودم دیدم که چه معجزاتی از این طلسم حاصل شده. شخص کاروبارش از این رو به اون رو شده. به نظر شما ممکنه یه کار ساده بیاد یا بگید دود کردن این و دادن این در مکان چه توفیقی برای من داره، چه توفیقی حاصل میشه برای من، ولی باور کنید چیزهایی از این انرژی منفی برای شما حاصل میشه. انرژی منفی که توسط اشخاص میاد، منظورم از نه این طلسم، حاصل میشه. ممکنه کارتون بسته بشه، موکلین سحری بیان توی زندگیتون کارتون رو ببندن، ممکنه زندگیتون رو دچار اختلال کنن. جن عاشق اولین چیزی که برای شخص داره اینه که
زندگی شخص رو دچار اختلال میکنه، زندگی شخص رو به طور کامل از بین میبره. جن عاشق که خصوصا در زنان معمولا اتفاق میفته، در مردان خیلی کمتر هستش. زنان معمولا زندگیشون خیلی راحت به هم میخوره. نشونه های جن عاشق اولش این هست که شخص در هنگامی که ازدواج کرده اون زن دچار صرع میشه، در حالی که هیچ سابقه بیماری نداشته از کودکی. این اولین نشونه هستش که جن عاشق داره روح اون شخص رو عذاب میده، داره روح اون شخص رو به ورطه نابودی میکشه. جن عاشق بسیار 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 مضر هست برای هر فردی. شخص رو ضعیف میکنه، خونه نشین میکنه، گوشه‌گیر میکنه. شخص از هر انسانی متنفر میشه به صورت ناخودآگاه و سوق میدتش به سمت معذرت میخوام، خود ارضایی و هزاران گناه دیگه که شخص روحش ضعیف و ضعیفتر میشه و تا موقعی که با بیماری از بین بره. پس اینجور مسائل رو شوخی نگیرید. فکر نکنید که یه حرفی زده میشه فقط رو هوا یه حرفی زده میشه. این چیزهایی هستش که تجربه شده، سالها تجربه شده و دیده شده. خب حرف خاصی نمیمونه. امیدوارم هر کجای کره خاکی که هستید سالم و سلامت و تندرست باشید. خدایا رو نگهدارتون.